گوشی عجیب که زیر 1 میلیون پیدا کردم واسهتون خریدم و بریم با هم دیگه آنباکسش می‌کنیم. خب آقا بریم گوشی‌ها رو بهتون نشون بدم. گوشی اولمون گوشی 430,000 تومانیه که یه ظاهر خیلی عجیب غریبیه داره، پشتش هم 3 تا دوربین داره. بریم با هم دیگه بازش کنیم. خب بچه‌ها بریم گوشی اولمون رو آنباکس کنیم. آقا این گوشی من برای چی خریدم؟ چون پشتش نگاه کنید 3 تا دوربین داره. خیلی کنجکاوم ببینم واقعا 3 تا دوربین داره یا فقط اونا یه نماه. و برندش هم بچه‌ها شرکتش GLX برای ایران بود دیگه. آره بیایم باز کنیم. چه شبیه ماکت گوشیه. یا خدا جعبه اینقدر له شده گوشی در نمیاد. حاجی سایزش بزرگه. بچه‌ها نگاه کنید 3 تا دوربین که جاش هست، ولی خب نمیدونم حالا واقعا 3 تا دوربین داره یا نه. این چرا قوه بالاشه، این ظاهر جلوی گوشی که آقا واقعا ظاهرش به نظرم خفنه، خیلی بزرگه. بریم این لحظه زیبا رو با هم گوش کنیم. اصلا صدا نداد. اوکی این فکر کردم صفحش بزرگه ولی خب یه ذره است. یه دونه شارژر داره، چقدر نرمه نت. ما باتری اینو بنداز. من میگم چه گوشی اینقدر سبکه. یادش بخیر بچه اون زمان گوشی اینجور باز میشد، میکرو اس دی میخوره، 2 تا هم سیم کارت میخوره. آقا این از پشت گوشی. بریم خفن ترین گوشی دنیا GLX. من تا بال GLX اصلا نه دستم گرفتم نه تا بال دیدم. امیدوارم که شارژ داشته باشه. اینا دکمه پاور وای صفحش خیلی کوچیکه بچه، به نظرم مزخرفه. این شارژرش هم بذارین با هم دیگه آنباکس کنیم. این شارژر خیلی معمولی، اینم مطمئنم که برای چینی چیزه یا هم برای GLX نه یه برند دیگه است. گوشی آورد، کیفیت صفحه مزخرف. خب اینم بازی داره یا نه؟ آقا حرکت منو دیدین، داشتم لمسی باش کار می‌کردم. اینقدر گوشی دکمه دستم نگرفتم. بذار من دوربینش اول ببینم. یا خدا بچه کیفیت دوربینش رو فقط شما نگاه کنید. کیفیت دوربینش به نظرم برای یه گوشی 400,000 تومانی اوکیه. این دوربینش هم فیکه، اوکی 3 تا دوربین نداره. بچه اینم چرا گوشه به نظرم نور خوبی داره. نگاه بچه الان اینجا که خیلی نور زیاده، الان نورش رو صورتم میندازم مشخصه نورش. اوچی خیلی خوبه. دکمه داری خیلی جذابه. اکثرا بابا بزرگ مامان بزرگا از این مدل گوشی ها میگیرن. آقا این از اولین گوشیمون، بریم سراغ گوشی بعدی. گوشی موبایل بعدیمون GLX که مدل C58 که قیمتش هم 558,000 تومانه. آقا گوشی بعدیمون دوباره GLX یعنی همون برند. این باید 100% یکم بهتر از اون باشه دیگه ان شاء الله. تو گوشی رو در بیاریم. دقیقاً وزنش که مثل همون قبلیه است. بچا این چه کوالیتی داره، نگاه کنید. اینم آنباکسش کنیم. صفحه نمایش این بزرگتره. بچه‌ها این خیلی بهتره. یه 100,000 تومان میذاری روش، میای از این میخری. بریم داخل جعبه‌ش هم باز کنیم. یه دونه باتریش چرا همینجوری ویلو چیه؟ هنس حاجی اون زمان هنسفری میذاشتن. یه هنسفریه بچه‌ها با همچین کوالیتی داره. آقا یه چیز عجیب و متوجه شدم. حالا این شارژرش که اینجا رو شما نگاه کنید، یه پیچ با یه پیچ گوشی پشتش همینجوری باز نمیشه. نگاه کنید باید با پیچ باز کنیم و ببندیم. این دیگه گوشی جنگه. آقا جنگ شدنی باید این گوشی استفاده. این برچسبشون کلا کنده شده. 2 تا سیم کارت میخوره، یه دونه میکرو اس دی. باتری رو میذاریم. بذار پیچشو ببندم. این خیلی باحاله. این اسپیکرشه بچا، به این بزرگی اسپیکرشه. این خوش رنگ هم هست، رنگ سرمه‌ایه. شرکت آیفون، اپل، سامسونگ همتون ببینید یاد بگیرید گوشی باید اینجور باشه. اینو من نمیدونم، اینو اصلا نمیشناسم تا بعد اسمشون هم گوشم نرسیده بود. محکم شد. حاجی بچه این چرا درگاه یو اس بی داره؟ برای اولین باره که من یه گوشی دارم میبینم که درگاه یو اس بی داره. یعنی گوشی شارژ میکنه. فکر کنم گوشی شارژ کنه. آره بچه اول از همه بیان گوشی رو با هم دیگه روشن بکنیم. GLX این چرا قوهش نگاه کن، 4 تا LED خیلی کوچیک داره. این بغلاشه که به نظرم اوکیه، پلاستیکه کلا بچا. این صفحش بزرگتره. بچا میریم داخل منوش رو بهتون نشون بدم. اینجوره. اول از همه بریم دوربین خوبی داره. فوکوس چرا نمیکنه؟ کیفیتش بهتر شه. آقا دوربینش هم خوبه. خب بچا بریم چرا قوهش هم با هم دیگه تست کنیم. کلا منوی فارسی. پاور بانک یعنی شما یه گوشی رو به این وصل کنید چارج میکنه. بذار تست کنم. آقا این یه هندزفری بلوتوثیه. میخوام این هندزفری بلوتوثی رو با این گوشی شارژش بکنم. اوکی بچا خیلی خوبه. با این گوشی شما یعنی هم پاور بانک دارین، هم یه گوشی دارین، هم یه چراغ. کنه چیز عالیه. ببین این از درگاه یو اس بیش کابل میره این تو، شارژ بکنه یعنی دیگه عالیه. باورم نمیشه گوشی پاور بانک داره اینو شارژ میکنه. اینم چرا گوه. این یه نورش تقریبا خوبه ولی خب به اون قبلیه نمیرسه. چون قبلیه نور خیلی زیادی داره. بچا داخل جعبهش دیگه هیچ نیست. بذار ببینم بازی داره. یه بازی هم بله اینی که میبینید بازیه. شما میتونید ساعت‌ها با این بازی با کیفیت HD بازی کنید.
حال کردید؟ بریم سراغ گوشی بعدی. این گوشی عجیب غریب رو می‌بینید، این فقط اندازه 2 تا بند انگشته که قیمتش هم 769,000 تومان و خیلی گوشی عجیب غریبیه. خب بچا گوشی بعدیمون خیلی گوشی عجیب غریبیه، خیلی کوچولوئه و مثل اینکه بچا اینو میتونیم مثل هدفون یا هندزفری چیزی توی گوشتون هم بزنیم. بریم با هم دیگه اینو باز کنیم. خب آقا این شما و اینم بطریشو نگاه کن، یه ذره است. 2 تا بند انگشته. اوکی. گوشی کلا اندازه یه دونه انگشت منه تقریبا. حالا انگشت من یکم بزرگترم هست ولی خب ببینید این فقط چطور پشتش باز میشه. خب بچا اینم از داخل گوشی 2 تا سیم کارت میخوره. بچا باورتون میشه این گوشی به این کوچولویی 2 سیم کارت هست؟ میکرو اس هم میخوره؟ نه میکرو اس نمیخوره. این باتریشو بذاریم داخلش. باتریش 550 میلی آمپره. این چیه؟ محصول کشور ویتنام. به به. آقا بریم با هم یه گوشی رو روشن کنیم. گوشی کوچولو. هر کسا سلام. خیلی ابعادش خوبه بچا. آجی بلنگو هم داره این. بچا منوش همینه. فکر کنم فقط باهاش میتونیم تماس بگیریم و یه چیز عجیبی که داره بچا شما میتونین اینو این الان یه چیزی کم داره. اینجا رو ببینید، شما باید یه چیزی بهش وصل بکنید و شما میتونین گوشی اینجوری وصل کنین به گوشتون و مثلا خیلی گوشی عجیب غریبیه. ولی خب بچا به نظرم 769 تومن هم نمیارزه و بی خودی پولتون رو دور می‌ریزین. گوشی موبایل بعدیمون نوکیا که دیگه نوکیا رو هممون میشناسیم و قیمتش هم فقط 779 تومن بود. گوشی بعدی نوکیا. دیگه نوکیا شناخته شده است و اصلا نیازی به تعریف کردن نداره. آقا بریم گوشی نوکیا. این رنگ بنفش من خریده بودم چرا مشکیه؟ این کوالیتی اصلا بچا مشخصه دستت میگیری. این داخلش دیگه چی داره؟ یه باتری، شارژر با یه دونم دفترچه راهنما. اوکی. گوشی نوکیا مدل 105 و اینکه رنگ بندیاش هم بچا قرمز داره، آبی داره، مشکی داره و خیلی خفنه. آقا اصلا جنس پلاستیکش اینجا مشخصه که فرقش با جی ال ایکس چیه. باتریش هم خیلی خوبه. 2 تا سیم کارت میخوره ولی خب نه دوربین داره. چرا قوه داره. بریم با هم دیگه گوشی نوکیا خفن رو روشن کنیم. چراغای دکمه‌اش روشن شد. نوکیا بچا گوشی روشن شد. اولین کاری که میکنیم چرا قوه‌اش رو تست میکنیم چون چیز دیگه ای نداره که ما بخوایم تست کنیم. چقدر دکمه‌اش بده. آقا اینا چرا قوه این ببین زیاد خفن نیست ولی خب اون جی ال ایکس بچا 400 تومانی واقعا چرا قوه خفنی داشته. همین به بعد دیگه داشلی بچا خیالتون راحت. توی ویدیو نورش خیلی خوبه فقط به خاطر این نوکیاه. بازیش هم بریم بازی کنیم. مار این چقدر خوشگله. ما رو نگاه کنید. ایول ماشاءالله داشلی. ماشاءالله داشلی. نه آره چرا از اون میره از این در میاد. بریم سراغ گوشی بعدی. آقا گوشی بعدی یه برند خیلی عجیب غریبیه و همه اینا نبردی دست تو داشلی. بعد همه اینا بچا گارانتی دارن. اینش واقعا برام خیلی جالبه. چه برچسبی زدین. زینم اینا مثل اون جی ال ایکس است. آقا چه کت و کلوف شدن گوشی. یو خدا. باکسش هم کنیم. یه چراغ قوه خیلی بزرگ. بعد این طلایی رنگه رو بچا خیلی دوست دارم. بغلاشو نگاه کنید. بچا دکمه چراغ قوهش اینجا یه دوربین داره و اینم از اسپیکرش که خیلی هم بزرگه اسپیکرش. میگم یه باتری و شارژر دیگه چیز دیگه نمیخواد داشته باشه. باتریش آبی رنگه. چقدر باتریش خوشگله. این ضخامت باتریشو ببینید. این گوشی 3 تا سیم کارت میخوره، یه دونه میکرو اس میخوره. باتریش هم اینجوری. باتریش خیلی بزرگه. بچا باتریش 2000 میلی آمپره. بریم گوشی رو روشن کنیم. گوشی جان سوخت. نگو شارژ نداره. آقا روشن نمیشه. این قسمتش یه دونه برچسب داره و این برچسب اجازه نمیده که روشن شه. مرسی واقعا دمت گرم. این نشون میده که این شرکت چقدر اهمیت میده به بسته‌بندی گوشی‌هاشا. دیدی؟ روشن شد. شارژرش هم بهتون نشون بدم. نه چه ویبری داشت میز لرزید. آها بچا چرا قوه‌شو به این تست کنیم. این دکمه چرا قوه‌شو کنم اینه. چه نوری داره. بچه ببینید فاصله با اون دیواره زیاده ها. نگاه کنید نورشو. بچه فکر کنم خفن ترین چرا قوه رو این داره. الان نگاه کنید مثلا من اینجا بندازم خیلی نورش زیاده. این اسپیکرش گفته بود خیلی خوبه. میخوام یه صداشو تست کنم ببینم. بچه رادیو. بچه چشماتون رو ببندید فکر کنید دریا. اوکی. چرا باید همچین حرکتی بزنم؟ آقا گوشی خفنیه برای کسایی که به نظرم یه گوشی میخوان که مقاوم باشه. مقاومه
بریم سراغ گوشی بعدی. یه گوشی سامسونگ خیلی خیلی کوچولو که قیمتش فقط 968000 تومان بود و بریم با هم دیگه آنباکس کنیم. آقا گوشی بعدیمون سامسونگ، دوباره مثل همون گوشی قبلیه که کوچولو بود. این قیمتش 961000 تومنه و همون آپشنا رو داره. این چیه؟ آها بچا ببینید یه همچین کاوری باید داشته باشه. اینها بالاخره کاوره رو پیدا کردم. اوکی. بلنگوش اینجاست. بچه اینو داخل قاب ژله‌ای که میذارین این گیرش رو فکر کنم بچه‌ش باورتون میشه شما میتونین یه گوشی موبایل رو به گوشتون وصل کنید. اوکی بریم با هم دیگه تستش کنیم. اینجا رو نگاه کنید. علم پیشرفت کرده. مرسی واقعا. آقا خدای خیلی لاکچری. شما فکر کنید یه مهمونی دعوت شدین و مثلا میخواین گوشیتون رو دستتون نگیرین یا هندز فری نذارین، ایرپاد نذارین، یه چیز کلا خاص شده. اوکی گفتن همیشه تو زندگیت متفاوت باش. شما یه دونه هیجان میخرین با اینکه میدونم مثلا درست نذاشتم و خیلی بد دیده میشه. وایسا الان خیلی شیک دیده میشه. آقا نگاه کنید. الان این عکس داشلی رو شما میم میکنید و میذارید توی سرور دیسکورد ما. و اینکه اگه لایک های این ویدیو رو بچا به بالای 10000 تا برسونید دوباره از این ویدیوهایی که وسایل ارزون و گرون میخرن با هم دیگه تست میکنن از اون ویدیوها میخوام بذارم. پس همین الان ویدیو رو لایک کنید و بالای 10000 تا برسونید. و اینکه از 1 تا 10 هم به این نمره بدین. خدایم میخوام ببینم واقعا چیز خاصیه یا خوبه. یه گوشی خیلی عجیب که اولش فکر میکنیم بیسیمه و برند فراری هم داره. واقعا گوشی عجیب غریبی و قیمتش هم فقط 1,180,000 تومان بود. بریم با هم دیگه آنباکسش کنیم. آقا گوشی بعدیمون برند فراریه، یعنی اون فراری که میاد ماشین میسازه اون اومده یه گوشی ساخته. و اینکه بچه این گوشی هم پاور بانک میشه و LED لایتاش یعنی همون چراغ قواش خیلی خفنه، کالرفوله یعنی RGBه. آقا جعبش خیلی بزرگه و گوشیه. یا خدا بچه اینجا رو نگاه کنید. این گوشی نیست اوکی این ضخامتشه، دکمه هاش که اصلا یه چیز خفنه. این صفحه نمایشش بکنیم. آنتن داره. مرسی باید بهش یه آنتن وصل کنیم. چراغ قوهشه و این رینگ لایتشه یعنی نور RGB داره. باورم نمیشه اینجا چراغ قوهش روشن میشه دیگه. اینجا پاور بانکشه که باهاش میتونین گوشی دیگه رو شارژ بکنید. خب بچا بریم داخلش رو ببینیم. بچه داخلش رو نگاه کنید. شما میتونید داخل این گوشیه 4 تا سیم کارت بندازین و جدا از 4 تا سیم کارت میتونید یه میکرو اس هم داخلش بندازین. و بریم محتویات داخل جعبش هم ببینیم. این آنتنشه. بذار خیلی سریع آنتنش رو وصل کنم. بچه نمیدونم حالا تاثیر داره یا نه. اینجا من زندگی میکنم یکم آنتن ضعیفه. اوکی اگه سیم کارت تو این بندازم و آنتنش از اینجا بگیره یعنی واقعا آنتنش تاثیر داره. اوکی باتری 10000 میلی آمپر یعنی بچه رسما شما یه دونه پاور بانک خریدین. یعنی پاور بانکی که من دارم شیائومی باتریش 10000 میلی آمپره که فکر کنم گوشیتون رو میتونین با این 3 بار یا 3 بار تقریبا 3.5 بار شارژ بکنین. نه بچا شارژرش شارژر خیلی مزخرفیه. این دیگه واقعا جنگل اینو بخواد بره آدم بنظرم با این باید بره. این چجور روشن میشه دکمه پاورش چیه؟ فراری موبایل باشه. ها حاجی این اسباب بازی موبایل نور میده. خب دوربینش هم ببینم دوربین خوبی داره. آقا دوربینش نه صدا کلاشینکوف میده عکس میگیریم. نه بچه دوربینش خیلی بده. اوکی بچه چرا قوهش هم بریم تست کنیم. بچه الان من نورامو کلا خاموش کردم و هیچ نوری نیستش و فقط میخواد اینو روشن کنم. اوکی پشت سر منو ببینید چه نوری میده و الان رو صورتم بندازم چشمو داره کور میکنه. الان دوشلی دوشلی داره میدرخشه. بچه اینجا نگاه این فلش لایت پشتش هم روشن میشه. تا نور زیادی نداره ولی خب خدایی چی اینجور گوشی دیده گوشی RGB. مرسی واقعا بیسیم خوبیه. بریم سراغ آخرین گوشیمون و گوشی موبایل آخرمون هم که یه گوشی موبایل خیلی لاکچری و خفن که اصلا ظاهرش رو ببینید واقعا فوق العاده است. قیمتش هم براتون آپلود میکنم و اگه ایده دیگه ای هم دارین که ویدیوشو دوست دارین براتون رکورد کنم حتما توی کامنت ها همین الان بنویس. خیلی دوستتون دارم. کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله نوتیفیکیشن هم روشن کن که هر وقت ویدیو خفن آپلود کردم سریع با خبر بشی. خیلی دوستتون دارم. 2 تا ویدیو آخرم اگه ندیدی حتما برو ببین که خیلی ویدیو خفن